به نظر شما ماها باید همیشه توسط همه دوست داشته بشیم؟ نظراتتون رو میخونم. تا حالا شده از خودتون بپرسید چرا مثلا فلانی با من حال نمیکنه؟ چرا من با اینکه همیشه در دسترسم، همون چیزی که بهتون گفتم گاهی برای آدم بده نشیم، میایم همیشه در دسترسیم، برای اینکه دل کسی رو نشکنیم، برای اینکه بعدم بهمون اون لیبل مهربونی ازمون برداشته نشه. من که همه کار کردم، چرا منو دوست نداره؟ حالا میتونه رفیقت باشه، میتونه همکارت باشه، قضیه مهمیه. میخوام کلا مهم نیست که آدما چی فکر میکنن راجع به تو. موضوعی هست به اسم فرافکنی توی روانشناسی. من یه ویژگی دارم، من آدم خودخواهیم و وقتی که یه آدم خودخواه دیگری رو میبینم حال نمیکنم، دوستش ندارم. به بقیه میگم آره فلان خیلی خودخواهه، من خوشم نیومد ازش. میبینی دیپ داون اونی که خودخواهه تویی و تو داری اون فرکانس رو از اون میگیری و حال نمیکنی. یعنی بعضی وقتا ممکنه تو یه ویژگی داری که شخص دیگه‌ای اون ویژگی رو توی تو میبینه و چون دنبال اون فرافکنیه میگه من با این حال نمیکنم، من دوست ندارم. توی غریزمون سالها، میلیون‌ها سال پیش، وقتی که هنوز انسان‌های نخستین بودن، ما زمانی که از توی یه گروهی طرد می‌شدیم، جز اون گروه دیگه نبودیم، شانس بقامون میومد پایین. الان هم اینطوریه. اگه احساس کنیم از یه جایی طرد شدیم، یکی با همون حال نمی‌کنه، خوشش نمیاد، مثل همون انسان‌های نخستین بود، فکر میکنیم اوکی من طرد شدم. الان برای زنده موندن دیگه قرار نیست تو گروه باشیم، حتما شانس زنده موندن هممون تقریبا یکسان هستش. برای همین دیگه مثل گذشته نیست که اگه طرد بشیم اون حس ناخودآگاه و غریزمون بگه اوکی من الان زنده نمیمونم، من باید توی فلان گروه، توی فلان اکیپ در واقع بمونم تا شانس بقا داشته باشم. اگه من بخوام ارزش خودم رو به این گره بزنم که همه باید با من حال کنن، همه باید من دوست داشته باشن، این باعث میشه که من ارزش خودم بیاد پایین. در واقع اون آدم ارزشمندی که برای خودم میتونم باشم دیگه نیستم. خب اون حس ارزشمند بودن تو به این نیست که حتما توسط یه گروه خاص دوست داشته بشی، دوست داشته نشی و میتونی فوق‌العاده باشی و همزمان کسی باهات حال نکنه. البته اگر همه بخوان باهات حال نکنن قطعا یه مشکل ریزی این وسط هست. افراد محدودی رو اگر با شما حال نمی‌کنی چیز کاملا طبیعیه، تو هم میتونی ناخودآگاه با یکی حال نکنی. آدم‌ها تو رو اونطوری که هستی نمیبینن، اون چیزی که قضاوت میکنن از پشت اون فرافکنی که بهتون گفتم، از پشت اون باورایی که دارن، خاطراتی که ممکنه از تو داشته باشن. پس هر کسی نمیتونه یعنی بیاد یونیک تو رو، اون منحصر به فرد بودن تو رو ببینه. همیشه دچار اون خاطرات و قضاوتی که از تو کرده، برخورد اول، کاری که تو کردی، تو موقعیتی که قرار گرفتی، میان قضاوتت میکنن و ممکنه دوستت نداشته باشن و it's okay. بعضی آدم تو رو دوست دارن، بعضی دوست ندارن، بعضی بی تفاوتن، بعضی عاشقتن، بعضی ازت متنفرن. نه چون تو مشکل داری، چون که ذات آدم همینه. من با تو فرق دارم، تو هم فرق داری. من مثلا یه دختر قیرتی ببینم خیلی خوشم میاد، شاید مثلا مام بزرگ من یه آدم قیرتی ببینه خوشش نیاد. دلیل نمیشه اون آدم قیرتی مثلا مشکل داشته باشه. مام بزرگ من با دید خودش، با اون چیزی که توی ذهن خودش هست برخورد میکنه. منم همینطور. آرامش من از جایی شروع میشه که پذیرا باشم. قرار نیست دوست داشته باشم. توی یه اکیپ، توی یه رابطه خودتو دوست داشتن نشون بدی، میای مثلا میگی که آره منم مثل شما، منم همینطور، منم
در صورتی که تو میتونی با همین تفاوتایی که داری، با همین تضادها خیلی جذاب باشی. و میگیم خودمونو، خود واقعیمون رو سانسور میکنیم، نشون نمیدیم برای اینکه اون چیزی که اونا میخوان باشیم. در صورتی که تو شاید یه آدم دیگه، یه دوست دیگه، یه اکیپ دیگه فوق‌العاده فیتین باشید، داخل اون گروه خفن باشی و اونا هم شبیه تو باشن، قدر تو بدونن، ولی مناسب یه گروه دیگه نباشی، مناسب یه آدم دیگه ای باشی و تو با آدم اشتباه داری سعی میکنی خودتو ثابت بکنی. اولا که نیازی به اثبات وجود نداره، تو نیازی نیست خودتو به کسی ثابت بکنی، تو قراره اون چیزی که واقعا هستی رو نشون بدی. در نهایت باید خودتو دوست داشته باشی، به خاطر بقیه خودتو تغییر ندی. چرا اگه یه ویژگی بد باشه، تو یه ویژگی خیلی بد داری و میتونی به خاطر اون بهتر شدن خودت تغییر بکنی، چرا که نه؟ ولی اگر به خاطر اینکه صرفا کسی دوستت داشته باشه یه شخصیت دیگر رو نقاب بزنی که اون بشی، این کار اشتباهیه. خودتی که خودتو دوست داری و اینه که مهمه. تو زمانی که تلاش میکنی بقیه بپذیرنه، بقیه دوستت داشته باشن، تو داری از خود واقعیت فاصله میگیری. سوال من از تو چی؟ تو خودتو دوست داری؟ مرسی که تماشا کردید.